مونوپولی. تو خونه بغلی‌ها میاد صدا من پولی یه دونه بداره ولی ستارم بدون تیم محاله بگیره کارم بیام بخورنشون هایی که میخوام بگارم. آقا یاسین برنامه چیه؟ برنامه مونوپولیه با مجازات. فاصلم بالاش خدا که یه دونه گیته داستانی نداریم با رپری که فیده. آب میوه ترشی داریم. تمرینی جغرافی مجلس. هر چی ترشه همونو بده. این آب میوه ترش. چند بود؟ 3 بعد 44 27. آقا یاسین نظرت راجع به این گوه چی بود؟ با جو خوشمزه میشه. خوبه دیگه اینقدر ببین نصف اینو خالی میکنیم. بله. خب بقیه نصفشو میخوریم خودمون. یعنی نیم لیتر میخوای ترکیب بزنی؟ آره دیگه. داداش نیم لیتر چیه؟ بیشتره. آقا 750 لیتر. 750 لیتر که داداش. 750 میلی لیتر رو میخوای بخوری کامل دیگه. آقا هر کی به بازه میخوره دیگه. ببین نخوری کلش میریزی من که من اوه آبلی نرو مریم نرو مریم گل. اومدیم خدمت آقا سینا. آقا سینا امروز مونوپولی داریم با مجازات گوه. تو هم کلشو قراره بخوری. میگه کلش باید بخوری. هر کی به بازه میخوره دیگه. آقا این خب الان میپاشه. من نیم ساعت همه ایش زدم اینو. نیم ساعت پیش زدی. ببین احمق نیروی گریز از مرکز رو میخوام بهتون بدم. نکن حالا اگه گاز داشته باشه کار در میاد. داداش کار در میاد. خب بچه ها گریز از مرکز کار نمیکنه. بابا بس کسکی. بخور میشه دیگه اینو بخوریم؟ بزن نقد و بررسی انرژیزا. آقا سینا از یک نخور از 1 تا 10 سطح انرژی الان چنده؟ هیچی صفر اصلا. الان سطح انرژی چنده؟ الان 11. وای حاجی قیافه‌شو نگاه. شبیه آبندونه است. بابا کیری شبیه مشروب شده. مشروب خوردی هنوز بسر. صافی رد نشد. چه خبر خیلی بود؟ تو اوستینا چه خبر؟ کجا داریم؟ اونجا که شاید یه سریا ندونن مثلا این اوتیسمی. خب این هاشه. این بازی اینجوریه. اینجا زمین داریم. زمینه قابل خرید. میخری توش میسازی از ملت جریمه میگیری. داداش من ماشینم. من فرغون منو بده. داداش کشی داریم. من کشی بودم همیشه. کشی هم ماشین کوچیک‌تره دقت کن. فرغون منو. مبارزه خودرو افغانی بالا یهود. آقا بسم الله. که برسه به دادم دلمو به یکی دادم از قومای روزگاره ماشین غمین یه باره مثل اون کسی نداره سفرهای دوتایی یه دونه باش خدایی حرف زدناش قشنگه باقیش دینه می جنگه همیشه صاف و یه رنگ. آقا تا اینجای کار وضعیت کشا اینجوریه. این دوتا از اینا دارم یه دونم اینو دارم 256 تا کش. این حرومزاده یه دانه از اینا داره. این یه دونه منم گرفتن 1 2 3 4 این زیاد داره. آقا سینا اون دوتا هم ریل داره یه دوتا هم اینا داره یه دونه هم شیراب داره. بچه ها من رفتم عراق میخوام عراق رو بخرم. میخری یا نه؟ میخرم. بر تبل کل عراق رو شاگانه خریدم. آقا یاسین سیبیلات داری چند؟ من 24. یه جوک افغانی بگم. به یارو به یه افغانیه یه کامیون پول میدن میگم این کامیونا رو بدن چیکار میکنی؟ میگه 50 میگیرم خالیش میکنم.
300 تا بدم میشه دارم قبرهای خودمو میچینم. حاجی اونجا تمومه. دفعه اول تو رچی باختی، من دفعه دوم باختم. الان میخوای هتلش کنی نکنه. 4 تا بشه بعدش میشه هتل. خب الان یعنی من باید 300 تا بدم بشه هتل. آره. یاسین داداش من ریدم تو یاسین داداش من نوکرتم. دمت گرم. گفتم come to my house. چقدر؟ چی شد؟ ببینم. به ازای هر خونه 25 هتل 100 300 تا بذار کنار 450 باید بده. آقا این معیانا به پلیر نباید بده. نه داداش به بابا، بانک خدا باید. باید به نه چیز بده. بابا بده ببینم. خب آقا میریم چیزا رو بخونیم. قوانین. حسین بذار تو بانک. بانک. حسین 600 تا بده. 600 تا باید بده. اینا میگه حالا 50 تا 200 تا. چی الان 50 تا 200 تا؟ حالا 200 تا دیگه. دادم بهت دیگه لاشی. دیگه دو گوشه. چی میگی الان 200 تا الان بهت دادم. خب خب یه صد از اونجا برای میشه 300. 600 از اونجا آقا بردار. رنگ دارم میذارم. خب 100. یه صد دیگه هم بردار. تو چرا؟ 5 از بالا بدو. از کار. بذار جاش. یه صد دیگه هم بردار. اینی کم گذاشتم بعد. شد چقدر؟ بدو. بابا داداش نکن دیگه. چقدر شد؟ الان چقدر؟ 400 تا دادم. 400 و 450 تا بود. یه 150 دادی دو تا یه 200. 200 دادم به. خب خب دو تا هم اینجا 400 تا. 400 150 تا دیگه بده. اینم 90 تا. اینم 50 تا میخرم. ورشکست شدی نه. بکی. دفعه اول تو رچی باختی، من دفعه دوم باختم. چه مزه‌ایه؟ ببین همین آلو جنگلی میده، دوغو میده با اون گاز چی بود اسمش؟ داداش تو چرا انقدر راضی بودی ازش؟ ببین دیگه احساسش نمیکنه رودت میره پایین. آقا سینا بگیر ازش بخور. دوغه قشنگ میمونه تو دهنت میخوری. نه واقعا بد نیست. میشه خور. ولی خب ترجیح میدم نخور. آره دیگه که نمیری. نه واقعا بد نیست.